گفتن خب این کالاندریایی که الان ساختید، کالاندریا عین این واقعا این میله ها جالبه، اینم میله داره، یه سر داره، یه ته، عین اینا میله ها بهش چسبیده، مثلا 100 خورده میله، این میز، این میشه کالاندریا. تو این میله ها چیز سوخت میرفت، میله های سوخت میرفت. این میله ها مثلا 100 تا میله بود. گفتن تو این میله ها ما یه کاری کنیم. اول گفتن اینو نابودش کنید، خوردش کنید. گفتیم آقا این که درست نیست، ما می‌خوایم اینو نگرش داریم بالاخره. گفتم خب چی کار بکنیم؟ گفتیم خب توی لوله ها سیمان میریزیم، یعنی بتون میریزیم توی این لوله ها. گفتم باشه قبول میکنم. گفتیم اگه بتون بریزیم که دیگه ولی از بین نمیره، اینو میذاریم تو موزه. گفتیم فردا یه موزه ده. خب ما لوله داشتیم، یعنی اینو میتونستیم در بیاریم دوباره یه لوله دیگه بزنیم، ولی خب این موقع دیگه اونو که نمیادیم بگیم ما چی داریم چی نداریم فلان داریم. آمریکایی‌ها وقتی که این فکشیتی که دادن بیرون گفتن آقا ما تو کلندریای ریاکتور عراق بتون ریختیم و اینا مجبورن برن طراحی جدید رو انجام بده. خب ما هم دیگه نمیتونستیم حرف بزنیم، میگه استخون در چی بگیم، بیا خدای من. ما دروغ نگفتیم، واقعا دروغ نگفتیم. بله برخی چیز اطلاعات رو اضافه ندادیم. اگر من لوله اضافه داشتم نیومدم بگم، من گفتم آقا این لوله هایی که تو این کالاندریاست من سیمان میروزم، اما دیگه نیومدم پیشا پیش بگم آقا ما اینقدرم باز لوله دارم. خب که چی بی‌معنی میشه که. اینو ما نه دروغ گفتیم نه چیزی. اینجا راجع به فلز اورانیوم ما گفتیم تا 15 سال تحقیق میکنیم و واقعا هم تحقیق نکردیم. اما به دوستان گفتم برید روی فلز مشابه اورانیوم، فلز مشابه اورانیوم که پودره، مثلا زیرکونیوم، مثل تنگستن، حالا اونایی که واردن، شما ببینید فرایند تبدیل پودر به فلز چگونه است. اونی که نزدیکترین به اورانیوم اونم روش کار بکنید که این کار کردن، موفق شدن و ما دیگه کارخونهش رو ساختیم و گذاشتیم بیرون، اصلا کاری نداشتیم، ولی با اورانیوم کاری نداشتیم. وقتی که قانون مجلس گفت برید فلز اورانیوم تولید کنید، ما رفتیم اون تجهیزاتی که ساخته بودیم آوردیم نصب کردیم در اصفهان. وقتی که نمایندگان آژانس اومدن بازرسایی دفعه تجهیزات، ولی نتونستن چیزی بگن، نتونستن خورده بگیرن چون که تریس اورانیوم توش نبود. اگرم میپرسیدن بگم خب به شما چه ربطی داره؟ یعنی ما اگر قول دادیم مثلا پودر اورانیوم رو فلز نکنیم، همین قولم دادیم که مثلا هیچ پودری رو فلز نکنیم؟ همچین قولی ندادیم که.